سلام و عرض ادب به همگی. قبل از هر چیزی بچه‌ها یه عذرخواهی باید کنم بابت فعالیت کم. بچه‌ها این چند روزه خب یه سری مشکلات پیش اومد، یه سری اتفاقات پیش اومد خب که یکم باعث شد من کم فعالیت شم، ولی جبران براتون کردم که در ادامه خواهید دید. یعنی در این چند روزه جبرانی براتون کردم، عشق میکنید ها. یعنی واقعا این کم بوده فعالیت واقعا جبران میشه. خب این از این طرف. تو ویدیو قبلی بچه‌ها ما بهتون گفته بودم علیرضا داره به موتورش میرسه، برای موتورش خیلی لوازما خریده، یعنی داره خرجش میکنه که قراره بفروشش، این پولش رو نگه داره، باش میخواد متین بگیره. خب بچه‌ها اینم بهتون بگم که این اینترو و توضیحات اول ویدیو رو من بعد از ویدیو دارم میگیرم. خب کلی لوازم براش خریده، انداختیم سرش، موتور رو شستیم تر و تمیز مرتب، آگهیش هم میخواد کنیم تو دیوار که دیگه فروش بره و پوله رو نگه داریم واسه متین. از اون برم بچه این همه خرجش کردیم و این همه تمیزش کردیم بچه. گشت علیرضا رو میگیره، حالا واسه تو تعریف نمی کنم، گشت علیرضا رو بچه شبونه میگیره با تفنگ. شاید باورتون نشه، علیرضا برای من تعریف کرد، میگه با تفنگ بهم ایست دادن، گفتن به نام قانون ایست. اینجوری بهش گفتم، فکر کردن مثلا موتور دزدیه. اینم خب اینم وای نمیستاده، داشته میرفته دیگه، اونا اسلحه رو در آوردن، اینم اسلحه رو که دیده دست آورده بالا وایساده. حالا ادامه ویدیو رو ببینید، خیلی عجیب غریب اتفاقات عجیبی میفته. ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها، نظراتتون هم بعد از اینکه ویدیو رو دیدید بهم بگید. بازم ببخشید بابت کم فعالیتی. برو بریم سمت ویدیو. چی خریدید؟ سلام، خوبه؟ ها ستاره خریدی؟ من نگفتم وایس با هم بریم؟ با تو 2 ساعت طولش دادی. وایس ببینم چیا خریدی؟ 35 ستاره 35. خب 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 الان خوشحالی؟ کجای موتورت؟ چیا خریدی واسه موتور؟ به بچه‌ها بگو. وایسا خب کیلومتر خریدم. بچه کیلومتر واقعی خرید، نه ماکت نه. کیلومتر خریده؟ 30 کیلومتر خریدم. خب قلوه خریدم. قلوه کتی هم خریدی؟ یادمه کتی ترمز و کلاژ. قلوه که خریدم کتی و کلاژ و ترمز سرش بود. بابا با هم رفتیم افشین گرفتی؟ بعد افشین رفتم قلوه 999. ها خب خوبه. بعد دیگه باکو در بغلی عوض کرد که همون روز اول انداختمو با باکو ایناشو گرفت، ولی عوضش کرده. توپی واسش خرید، توپی عقبش بچه شکست وقتی انداختمو، توپیش شکست دیگه. چراغ عقب، چراغ جلو، راهنما، گلگیر جلو، گلگیر عقب هم گرفتی؟ گلگیر عقب پس دادم. چرا؟ نگاه کردم نه گلگیر عقبم سالمه. آها خب خوبه. الان هم ستاره جلو. چقدر شدی ستاره و زنجیر اینا شدن با مال بنیامین اینا همه با هم چقدر؟ 700. چقدر؟ 700,000. ستاره چقدر بزرگ؟ این دوتا با هم شدن 600. 600,000 شد؟ آره. فکر میکنم اینش 270-80 تومنه، بقیهش هم زنجیره. زنجیر چیه؟ اینم برای بنیامینه بچه. چی؟ ساچلی همچین چیزی. یا تو یا دیگه زیاد داری صحبت میکنی. خوبه. یا تو یا بنیامین بعد بیاید کمکم. بنیامین میاد. این نازار حیف صفش فشار بیا. بنیامین خوبه. بریم. آقا این شما و این موتور علیرضا خان. الان چیا میخواد این؟ الان مامان موتور برداشت از خونه سارا. این گلگیر جلوشو داره، راهنما میخواد، فرمون میخواد، ترکبند میخواد، شستشویی هم میخواد. ها فایتر برای بچه یه پره از رینگو نارنجی کردم. چطوره؟ اسکی رفت اول من انداختم. تو انداختی؟ مارکت نوا. اول من انداختم. این چیا فقط به ذهن داشت نرسید. سلطان جاده واسه دودزا. پای دودش چیه؟ ماده او باشه
راستی واشر گیت سوپاپش چیز شده. وایسا بیایید. آی 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 بگیرش ناموسن تو. بگیرش گوه نخور. خفه شدی خدا خفه شدم. این موتور مال ساخت 50 سال پیشه. زنجیرش افتاد. بگیرش ناموسن. برو بیابان زنجیرش داره میخوره به جک و اینا. آروم برو گیر نکنه. زنجیرش نگاه چجوریه. الانه که قفل کنه. بچه این موتور رو درست کنه، همه چیشو ردیف کنه، یکم باش شیبروبر کنه، سر کاراشو بره و بیا ماشینشو فروش بره، اینم بفروشه یه متین دل درستی بیاره انشالله. همه منتظرن، همه، یعنی چه از شما گرفته، چه من، چه همه کسایی که میشناسنش منتظر اینن علیرضا موتور بخره. اصلا لاستیک سوپاپش انگار مثلا چی بیاد، سوراخ بیاد یا لاستیک گیتش چیه، گاید چی هست؟ آره گیت سوپاپش پاره بیاد دود میاد. علیرضا همیشه دود میده یا مثلا فقط اولش دود میده؟ وقتی موتور سرده دود میده. خب همونه روشن که ما 2-3 دقیقه نهادن تا 5 دقیقه بعدش میره احتمال. لاستیکش خراب آمد بس. همون لاستیکش. آره آقا بازو بستش کنی تمام. الو 600 تومان تموم بشه. خود لاستیکش ارزونه، اون بازو بستش. آره به خاطر یه لاستیک انقدی باید انقدر بی سرسله باید. آره خب باید دقیقا دیگه سوپاپ بزنی به صرفاتره تا با اون عوض کنی. آره دقیقا. این مرا زنجیر ستاره جلو چنده علیرضا؟ 16 تایی گرفت. قشنگ سرویس شد. بنیامین علا خوش افتاد جا. همه کارا موتور شد. این قاب پلاکی هم گرفت، اینم بست. یه خطر عقب هم گرفت، اینم الان میبندیم. خوشگل شد. یا بریم الان واسه من راستی برو بچ این موتور من که میبینید بی پلاکه، یه حدود چند روز پیش همینجا اومدیم قاب پلاکی بستیم، بعد قاب پلاکی انگار شل بود، پلاک هم افتاد گم شد. 2 روز بعدش نوبت تعویض پلاک گرفته بودم که برم عوض کنم، دیگه مجبور بودم با عوض میکردم. اومدم برم عوض کنم که از کلانتری بهم زنگ زدن گفتم پیدا شده. رفتم گرفتمش ولی هنوز ننداختمش، خب اندازمش، ولی بدون پلاک یه رخ دیگه داره. آقا تمومه. پایینو میخواد چی کن؟ لامپش کاش در می آوردی. لامپ توشه.
چی شد لامپش علی رضا؟ لامپش داخل اینه بیارمش خونه عوض. آره عوضش کن. بریم. علی رضا چطور شد؟ ها؟ عالی. بیا ایور چیزه شلوغه، بیا ایور. برابرش الان مونده شستشو. حالا یه سری لوازم دیگه هم میخواد. فردا بقیه کاراشو میکنیم. الان دیگه آخرش، یعنی آخرش هم نه، شب دیگه بریم بقیه کاراشو فردا کنیم. ویدیو هم تو روز بگیریم که قشنگ همه چی معلوم باشه. بچه‌ها بریم امروز برای ادامه کارهای موتور علیرضا. الان بچه‌ها دیشب بهم خبر داد پنچر شده چرخ جلوش. بریم چرخشو باز کنیم ببریم پنچریشو بگیریم، بعدش هم دوباره کار داریم. برو بریم پیشش. بنیامینم پایین. بچه‌ها ببینید این موتور پلاگ قدیمه. خب اونقدر مثلا نباید انتظار داشت که اینو مثلا بخوای صفر کنی. خب اصلا حیف پوله که بخوای اینو 0 کیلومتر کنی. همین جوریش هم علیرضا خیلی داره خرجی میکنه. همین جوریش فکر میکنم 4-5 میلیون خرجش کرده، حتی بیشتر. خب اینو میخواد به یه حد نصاب تمیزی برسونیم که طرف که خریدش یه چیز خوب خریده باشه، آشغال نخریده باشه، وگرنه نمیخواد 0-0ش کنیم. انتظار بالا نداشته باش چون حیف پوله. هی چی گفتی؟ همین رو تو ویدیو میذارم. سلام. چی کردی؟ بازش کردی؟ بابا یا چند فرانسه چند فرانسه کو فرانسه 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 نیستش لطفاً سابشکرا بکنید. چیش کنن؟ سابشکرا مثلا ادا کیو در آوردی؟ نه سابش نمیگو، یه چی دیگه میگو. برای بچه اینم گلگیر نو 0 کیلومتر فقط کم کثیف شده. 0 کیلومتر و کیلومتر دیگه بود. آره 0 بیا بریم بابا. پایی چرا اینجوریه؟ برو مذهبی ها. بنیامین رو گرفت با این موتور، به خدا گرفتش. سینا بابا موتورش میتوچه باشه، یعنی باز میشه دیگه. بریم بادگیر بهش بدیم، بریم جاده ما بکشیم بهش بیافته پشت سر ما. میره ولی خب اعتمادی بهش نی. برو سری برو. بنیامین جوری با این میکشه انگار 200 یورو 4. بنیامین برو دستمالم افتاد برو بگی بیارش. برو بیارش دستمالمو بیار. باشه برای بچه گلگیرم بستیم خودمون، میخواستیم ببریم تراشکاری کمک و قلاویز کنن و مثلا سوراخش کنن و اینا. میگه 250 خود تراشکاره. آره تازه گفت اعتمادش هست بشکنه دمش کرد. خود تراشکاره گفت 2 تا از این بستای مال مثلا گاز و اینجور چیا بگیر، با هم اینا به من بهتره. دمش کم، یعنی به فکر سود خودش نبوده. نه سالم خدا بخیر موتور در مغازه آقا علای سیبی مشکی قرمزی از اینجا رد شد. گفتم اگه کیف شد ویدیوشو کاش میگرفتم. زدش به کاتاف و یه بک هم زد و رفت. خیلی قشنگ بود. وای
آره. خیلی پرش نکن. چه رخی گرفت با ترکمن. میگم چی؟ با یارو گلگیر. جان مادرت. حالا زنگ زدیم یکی آزادش کرد. آزادش کرد؟ آره. الان کجاست؟ تو آوردیمش. خونه است الان؟ آره نذاشتم ببرنش. زنگ زدم یکی گردن کلفت. کی بود؟ سابکارم کل قانی مامورا قانی. کجا گرفتنت؟ دوربین المپیک. خب بعد چه ربطی به مثلا مامورا قانی داشت؟ مامور با مامور رفیق دیگه. خب وایس بینم بعد گرفتنت چی گفتن؟ بچه دیشب گرفتنش ها؟ چیه اسلحه نگرم داشتن. فرار کردی؟ آره. خب گفت ایست ناموسن. گفت ایست دیدم بخور گرفتم ترمزه گرفتم واسم دستم آورده بالا. نه ناموسن. خب گفت ایست. بایست بیرم کجا؟ بدون رفیق؟ همون همین بغل پیش بازارچه. پیش بازارچه. ای که چه شانسی بدی داشتی. خب گفت ایست وای نستی بود میزنمت. خب منم خواهی نکردم. وایستادی بعد چی کرد؟ گفت چی بهت؟ اومد دستم ام موتور پیادم کرد. اومد بزنه چک زد؟ خودش نیومد ام موتور پیادم کرد. نگفت چرا وای نسادی؟ استلام گرفت هیچی. نه خلافی داشت نه چی داشت نه دزدی بود نه شانس آوردی. خب وایس بینم بعدش گفت چی بهت؟ گفت باید بره پارکینگ. خب گفتی چی؟ خدایی راستشو بگو چجور التماس کردی؟ تو رو جان او عزیزه. تو جان حضرت ابوالفضل. او کسی که میپرستی قسم ولم کتا برم من گناه دارم. کارگریم کارگر ساندویچی هم تا 6 صبح باید سر کار باشم. من الان اومدم خونه حالم بد بوده. خب گفتم بزن سابکارت بیرم. گفتم علادای امیر گیر کردم داخل فلانجا مامور جلومو گرفته. خب بلند صحبت کن. گفت گوشینو بهش بده. بلند گوشینو بهش دادم. گفتم ساندویچی ایمان کثیفه. این داداش ایمان کثیفه. کی؟ به سابکارم خود داخل قانی سیمتری بهش میگن ایمان کثیف. خب سابکارت به مامور چی گفت؟ او بعد رفتن صحبت کردن. خب بعد ماموره چی مثلا نشنیدی چی گفت؟ نه. گفت خب بعدش که قطع کرد اومد بهت گفت چی؟ گفت آزادی برو. اینم گفت سویچ موتور بهش بده بره. پرام چی گفته به نظرت؟ نمیدونم. شانس آوردی ها. خیلی شانس رفت تو فکر. شانس آوردی. خوبه بیا تا بریم بشوریمش. تشنجش میکنم یه لحظه. برابش برو بریم موتور رو تمیز کنیم. الان وسایلاشو بستیم تقریبا ولی خب خیلی بازم وسیله میخواد. مثلا راه نگاه گلگیرشو بستیم چرخوچیاشو بستیم بریم بشوریمش. مثلا چی میخواد؟ راهنمایی میخواد، قاب زنجیری میخواد. الان بشوریمش خیلی تمیز میشه. ترک بندی میخواد. همین واقعا فکر نمیخوام دیگه چیزی بخواد. میخواد بنزین و کف قاطی کنیم. اگه بشه انجینشو تمیز کنیم. دیدید که چجور میشه بنزینو مثلا ریکا و اینا قاطی که میکنن، مثلا اون روغنا و اون چیای انجینو خیلی خوب پاک میکنن. بریم حالا تست کنیم ببینیم چجوری میشه. برای بهش نگاه قاطیش کردیم درجا پرش شد کف انگار شیرمازه. این باید تو شیشه پاکن میریختیمش. نداشتید؟ همینجوری میپاشیمش روی
برای باش اینجا رو تمیز کنیم قشنگ میام واسه تو ادامهش رو میگیرم، یعنی نتیجهش رو میگیرم. برای باش علیرضا اومد میگم موتور رو تمیز کرده. بریم که ببینیم چه شکلی شده. اوفش برای باش چطور شد؟ انجین رو ببین چی شد. قبلش رو برید ببینید بعدش هم برید ببینید. یه راهنمای الان نیاز داره واقعا. کار خدا وکیلی. ببین خدایی تمیز شد، خیلی تمیز شد. حالا یه سری چیزهای دیگه هم احتمالا براش میخواد بخره و قاب زنجیر اینا هم هست. اینا رو یعنی میخواد کاملش کنه. بچه ها میخوایم بذاریمش داخل دیوار. همین داخل این ویدیو احتمالا شما دارید میبینید آگهیش کرده علیرضا، آگهیش کرده میخواد بذارش 17 تومن. خدای قیمت خوبی داره میذاره. الان یه موتور درب و داغونی بخوای بخری 30-40 تومنه. این خداوکیلی 16-17 تومن واقعا میارزه. پول دوچرخه ایه، پول دوچرخه ایه. آره حالا پلاکش بدون خلافیه، همه خلافی‌هاش صاف شده. آره هیچ خلافی نداره، تر و تمیز مرتبه. پلیس هم بچه‌ها بهش گیر داده، گفته باک تو قرمز حتما کن. حالا احتمالا شاید باک هم بخواد قرمز کنه علیرضا. گفته چون داخل سند و کارت و همه چیش بچه‌ها هست، با اینکه پلاک قدیمه همه چیز هست. گفته که باید باک تو قرمز کنی، تو سندش قرمزه. حالا احتمالا میگم خوردریزا کارهای خوردریزش رو انجام میدیم دیگه، ردش میکنیم بره، پولو نگه میداریم واسه متین. دم تک تکتون گرم بچه‌ها، امیدوارم لذت برده باشید. بازم بچه‌ها بابت کم فعالیتیه ببخشید آقا، جبرانش میخوام کنم براتون سنگین، جبران سنگین ها بچه‌ها. بعد متین خوب، حالا یوروچا یا میگم مدل بالاتر اگه پیدا کردید قیمت مناسب، داخل تلگرام بهم حتما بگید. داخل تلگرام آیدیمو خیلی ها دارن، گروه تلگرامم لینکش داخل دیسکریپشن هست، بهمون نشون بدید. یا مثلا آگهیش 402 و 1099 99 1400 یا 402 اینا پیدا کرد. کی گفته خوب نیست؟ کاتاخاش عین همه. پیدا کنید بچه، آیدی تلگرام هم همه دارن، داخل گروه هم بیاید با هم صحبت میکنیم. یا شماره بدید از اون طرفی که متین داره یا عکس بفرستید، اینا ما بهش زنگ میزنیم، حالا کاراشو میکنیم. دمتون گرم، ویدیو رو لایک کنید حتما، نظراتتون هم بگید. فعلا خداحافظ. تو ما خداحافظ. سلطان جاده باش.